یه مسابقه خفن بین پسرها و دخترها قرار برگزار بشه با کلی اتفاقای باور نکردنی. تا حالا موش دستت گرفتی؟ سوسک چی؟ از مار نمیترسی؟ بازی پانتومیمو خیلی دوست دارم، کنارش یه حدس کلمه هم میچسبه. تا آخر ویدیو نگاه کنین چون قراره به نفر اول یه جایزه خیلی بزرگ و خفن بدم. قراره کلی هیجان و کلی خنده مهمونتون کنم. سلام، خیلی مخلصم. امروز قراره یک مسابقه بی‌نظیر و مهیجی برگزار کنیم با یه هدیه بزرگ. قراره پسرا با دخترا رقابت کنن سر 50 میلیون تومان وجه نقد. میشه بیارین؟ مرسی مرسی واقعا. دست شما درد نکنه. مرسی. کلا به ما نمیخورم ولی حالا ببینم. یک بچه‌ها با پولامون چی دو سه چهار 48 49 و 50. بچه‌ها رو به ترتیب معرفی میکنم چون خانوما مقدم ترن. فرنوش، آیسان، مائده، نفس و سپیده به افتخارشون دست بزنید. و آقایون آقای مهدی تبریزی، شیره، مرتضی، شیره، سالار، شیره، امین، شیره و امیر، شیره. اونم تو بازی معلوم میشه. من از دختر خانوما خواهش میکنم که یکی رو به عنوان لیدر انتخاب کنین. فرنوش. و اسم تیمتون هم انتخاب کنین. انتخاب کردیم. اسم تیممون گل‌های اطلسیه. گل‌های اطلسی. ما هم انتخاب کردیم گل‌های نرگسی. آقا پسرا یک نفر رو به عنوان لیدر انتخاب کنین. آقا مهدی. و اسم تیمتون؟ خب بچه‌ها اسم تیم بچه‌ها پسرا شد دالتون ها به اضافه یک. من اون قد کوچیکم. بله دالتون ها 4 نفر بودن، گفتیم به اضافه یک. بله حق با شماست. گفتیم دالتون ها به اضافه یک. آماده مسابقه هستین؟ آره. ما مسابقه رو توی 5 تا مرحله قراره برگزار کنیم. هر مرحله 10 میلیون. مرحله اول پانتومیمه، مرحله دوم حدس کلمه است، مرحله سوم مترادفه، مرحله چهارم بازی با حیوونا و مرحله پنجم تاسه. بریم که داشته باشیم. قراره بچه‌ها بیان کلمه‌ای که دوست دارن رو انتخاب کنن که ما اومدیم ردیف بندی کردیم. مثلا خوراکی، ورزشی، کودکان، عمومی، شغل، جانوران، کارتون، تکنولوژی، فوتبال، اشیا، اماکن، شهر یا کشور، ضرب المثل. ببینین اینایی که واسهتون گفتم بجز ضرب المثل 3 2 1 امتیازیه. ضرب المثل 6 و 4 امتیازیه. خیلی ساده. بدون وقفه بریم. بچه‌ها اول میخوان دخترها بازی کنن یا پسرها؟ پسرها. شما دخترها. دیگه بیان. اوکی. سرگروه شما، سرگروه هر تیمی انتخاب میکنه کسی که اول میخواد بیاد بازی کنه. یک نفر از شما میاد بازی میکنه. کسی دوستان عزیز کسی لبش تکون بخوره و تقلبی صورت بگیره من همون لحظه سوت میزنم و میشینن و امتیازی نمیگیرن. ما 1 دقیقه بیشتر زمان نداریم برای این که بازی کنیم و همتیمیای ما حدس بزنن کلمه رو. خیلی ساده. آقا مهدی یک نفر رو بفرست برای اجرا کردن مرحله اول. خب آقا مهدی یکی از اینا رو انتخاب کنید. خوراکی. خب خوراکی 3 امتیازی. من شانسی یه دونه به شما خوراکی 3 امتیازی میدم. اگر بچه‌ها من یک چیزی به شما نشون میدم، اگر مد نظر شما نبود 1 امتیاز کم میکنم، عوض میکنم. حالا 1 امتیازی حالا زیاد چیز نیست. زیرا 10 ثانیه. خب هر موقع آماده بودین آقا مهدی بگیم من کرونومتر رو 2 کلمه است. کلمه اول تخمه. خب تخمه هندونه. تخمه هندونه. تمام. اینه 3 امتیاز.
چند ثانیه؟ 5 ثانیه. عشق مرونی 5 ثانیه و 81 صدام ثانیه. تموم ما اینیم. خب دخترها یک نفر رو انتخاب کنین که بیاد اجرا کنه و بقیه حدس بزنه. نفس جان لطفا شما. نفس خانم به افتخارشون دست بزنه. خوراکی. خب چند امتیازی؟ 1 2 3. 3 امتیازی. ادای ما رو در اینقدر ایزی بود واسه شما گفتیم. ما شروع بازی میکنیم. خب اجازه بدین. اجازه بدین. اجازه بدین. یک کلمه. کاکائو. آناناس. بستنی. آها بستنی نه کنسروی. اسکموه. بستنی کیلویی. قاشق. قاشق. چنگال. 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 آها اسکوپ. حالت این چیزا که چوبیه که برای نودل. ماکارونی. اسپاگتی. بله بله درست به افتخارش. 3 امتیاز انتخاب شما. اینا خودشون به خودشون میزنن. جانوران چند امتیازی؟ آخری 3 بود. بله بله. خب بریم خیلی وحشتناکه. من زیر 5 ثانیه میخوام رکورد خب. جانوران بشه. آماده این 3 2 یک کلمه. گربه. عنکبوت. روتل. انتخابتون من بردارم جانوران اجازه بدین لطفا. چجوری تا نشون میدین اینا اوکی ان؟ مشک داریم. خب آماده این 3 2 چهارپاه. گاوه. گوساله. گاوه شاور. بزنید باریکلا چجوری اینجوری که ورزشی فوتبال. آماده ای فوتبال 3 امتیازی 3 2 بازی کنه دو گلره ایران. ایکر کاسیاس ناموسم. بچه چه میشه؟ کودکان 3 امتیازی. خب اجازه بدیم لطفا. تو لول تیمشون انتخاب میکنن دیگه. آماده این 3 میریم 3 2 داشتیم سوالا رو بازی کنیم. یک کلمه است. خونه از ابره. معطفی در. 4 ثانیه و 64 صدام ثانیه. بارون. این سوال برای پیش دخترها زیاد شبستانی و خوشحال زیر پیش نیستن. شبستانی. بارون با کاسیاس داری کودکان کار کودکان نیست. 3 امتیازی. اشکال نداره. الگو بودن بد نیست بچه. در حد تیمشون انتخاب میکنن. همون حرفایی که خب اجازه بده. چرا دیالوگا چرا شبیه دیالوگا؟ وقتی کودکان. بچه‌ها کودکان 3 امتیازی. بچه‌ها 3 2 تاپ ضرب المثل 4 امتیازی. نگفتی فقط تار موت عزیزم. امتیاز کم. قطعا فدای یه تار موشه. چون نمیتونین نمیتونه بازی کنه نمیتونه بگیره. ان الله خیلی هست. نتونی بالاخره خب میبره همین خوده چیزت. نشونم بدین نمیتونم بگم. اینو شما نشنیدین؟ خب اوکی من نشون میدم. هی به شما نشون میدم. اوکی اجازه بدین. خب بچه‌ها بازی ضرب المثله. یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا خودشون حالا توضیح میدید. شاید مثلا 50 تا کلمه توشه شاید یه دونه. من هی به شما نشون میدم هر موقع خواستین. آماده این 4 امتیاز داره این ضرب المثل. حتی ما یه دونه میتونیم بهشون 3 2 لازم نداری. خونه. تخمه. سیگار میکشه. زبون. زغال. خونه. خب خدا رو بریم خونه. بریم داره. بریم. بریم. هر کس نخود هر کی
درست بود. نخود هر که رود خانه خود. 17 ثانیه و 75 ثانیه. ببین دخترها الان 4 تا اجرا رفتن، از شما یه امتیاز افتادن جلوتر. من یه سوال بپرسم. اگه من توضیح بدم، اگه شما 3 امتیازی بازی کنین، دخترها هم 3 امتیازی بازی کنن، شما با 1 امتیاز میبازین این بازی رو. چه ضرب مثلا 6 بازی کن. مجبوری دیگه. آره ضرب مثلا 6 بازی کن میگم. آره. برو 3 2 زیاده اوکی نمیخوام چند کلمه. آتیش. رنگ. آتیش. باد بزن. سیخ. کباب. آقا اشاره منفی. نه نگفتی اشاره منفی. اگه درست بگیم 5 امتیاز. برو. آقا بفرمایید. بازی کن. آقا این چی داشتی میرفتی؟ در تخته در دهنه چوب بابا خب چوب تخت نوشتم سیاه نه چوب دانش آموز معلم دانش چوب معلم گل هرچی نخوره خاله ضرب المثل 6 امتیازه. 1 دقیقه وقت دارین که هم‌تیمیای شما حدس بزنه. بازی مرگ و زندگیه ماهده خانم. گفتن بردین، نگفتن باختین. 3 2 سر که درد نمیکنه دستمال دعا میکنی؟ خب مسجد قرآن مسجد سر کوزه‌گر کوزه‌شی که حساب میخوره سر به رازونیا سر به دعا تو سوراخ نمیرفت جارو بدون. وقتی که سر به خدا از تو دوری دنیا بردارای بدخیم آقا توبه سر به خدا بود مریم اون نباید حرف بزنن. سردردار اونو بازی لب زد آقا لب زد خوردی غذا یارو خورده سردرد داره سرما خورده آقا لب داره میزنه آقا جان به بالت ننوز به تب به قیافت ننوز تب خب یکیش تبلت. تبه به تب میگیرم که به مرگ راضی بشه تبلیغ همدان. دومیش تبلیغ. تبه اولیش تب خود تب روز خود یه لحظه اجازه بدید همون نشد تبه دعا اولیش دعاه اولیش 4 اولیش تبه 3 2 خب مرحله دوم مرحله حدس کلمه است. هدست میذارم تو گوششون، آهنگ پلی میکنم، همتیمیشون لب میزنه باید حدس بزنه. 1 دقیقه هم وقت دارن، هر چقدر بیشتر حدس بزنن امتیاز بیشتری میگیرن. کشتی فرنگی گوجه فرنگی کشتی فرنگی گوجه کشتی فرنگی چیه؟ کشتی فرنگی درسته؟ سوپر ماریو خواستی عوض بکنی؟ سوپر مالینیو سوپر ماریو درسته؟ بتمن آفرین درسته؟ باقالی پلو با مرغ درسته؟ زعفران مشهد زعفران مشهد درسته؟ بیسکویت درسته؟ دارم آروم میگم میخواد نوشیدنی گازدار نفهمیدم نوشیدنی گازدار گوش نده نوشیدنی گازدار گوش تلخ عوض کن ولشون. جوجه ترش گوشت ترش جوجه ترش درسته؟ پاستا پستو تمام درسته. این آخری هم لحاظ کنید. یه دونه الان باقالی پلو با مرغ سرخ شده رو گفت با مرغ. خودش رو خب من داشتم میگفتم میدونم. اشکال نداره. حالا چون دیدم 3 کلمه موسا خروسا کوشا عوض کن سود زد سود زدن درسته. اشکال نداره هر کاری دوست دارم بکنم. دختر مغرور دختر عمم دختر بتول پتو بلوچ منوچ بلوط آفرین بلوکه منوچه عوض کن تحلیل سیاست عوض کن ماهی رنگی مامولک
ماهی رنگی ماهی نهنگ ماهی سگ زهرمار عوض کن گل سوسن گل صورتی سوسن گل سوزنی مثلا من سوزن گلی من حواسم نیست 2 روز تموم شد بله آره چه صدا بلند بگو سیبیل لیبی لیبی درسته قاشق قدیمی رادیو قدیمی درسته شما هم سوتو گفتین گفت اشکال نداره شمال تهران چی؟ تلگرام شمال تلگرام ربات شماره تلگرام تلگرام ربات تلگرام درسته حبابی لامپ حبابی درسته ژیلت ژنتیک ژیلت ژنتیک ژله ژنتیک مقاله علمی بهاره علمی رو به قبله دعای قبل قبله عوض کن 5 ثانیه هم گذشته بود مرسی به افتخارشون دست بزنیم خب بریم واسه نفر دوم پسرها 3 2 راسو کارتون کاراگاه چادر بعدی لقمه درست بوفالو بوفون درسته سماور درسته حسن عسل درسته شمال جامدادی درسته قرص روانگردان قرص اکس خوری قرص روانگردان قرص روانشناسی روانگردان درسته اداره ساعت اداری بچه با دستشون ندید درسته تاریخ تولد 46 ثانیه تاریخ تولد بعدی جانم عوض کن خجالت کشیدن اشاره اداره عصا تمام تلفن اسلام شهر حسابگر کارواش سیار درسته بزن بعدی بافت بگو تصویر بزن عوض تدوین داماد شمال عوض کن تلفن شامپو ژاپن درسته اتم تعصب اعصاب درسته قصاب درسته تمام بگوشون ببرم من همه چی رو گفته میفهمم درسته 3 عدد صحیح حد زدن 3 عدد مرسی قاشق آجر درسته مراکش بهداشت مراکش درسته قسطنطنیه درسته سوسنگر زورآباد درسته برج‌های دوقلو خدا برج‌های دوقلو مورچه‌های دو بادبادک فروش درسته جوراب اموغنات درسته آبربانک آبل مرغون آبل ماش آبربانک درسته آبربانک هم درسته دکتر قلب رودخونه قلب دکتر قلب درسته قرمه سبزی 5 ثانیه قرمه سبزی سرباز فراری درسته تبریز درسته زمین بازی
زمین بازی. زمین بازی. درسته. اینترنت. اسکلت. اینترنت. بعدی. استرس. بعدی. انرژی مغناطیسی. انرژی مغناطیسی. درسته. مار کوهی. درسته. گوریل. درسته. مسجد. درسته. استراژدی. بعدی. آقا مسجد. گربه اهلی. درسته. مار بوا. درسته. رونی کلمن. درسته. هادی چوپان. درسته. دانمارک. بعدی. اسکی پرش. درسته. تمام. 12 تا. هر موقع گفتم 3 2 1 دکمه رو زدم شما شروع کنین به گفتن. خب تو به اون نگاه کن. 3 2 ساحل. درسته. بخارپز. درسته. شیرشاه. درسته. تن سرما. تغییر دما. ننه سرما. تغییر اما. استانبول. درسته. قلعه حیوانات. بله. شبکه شتاب. شبکه آرومتر. خط مرزی. چی پس؟ خط مرزی. برو بعدی. مودم. درسته. پارچه. درسته. کلاشینکوف. درسته. مار. درسته. اون پا رو قبول نکنید. رمان. نور. عصر یخبندان. بابسفنجی. زخم زبان. کیف آرایش. 16 تا. 2 تا آخریه رو حساب نکنید. 2 تا آخریه تایم گذشته بود. یعنی این آخریه با قبلیه. 12 تا. دیگه که من 3 2 مورچه نیشدار. بعدی. آش. درسته. گل سوسن. سوسن. درسته. ماهی شکمپو. درسته. بیمارستان. درسته. کره مربا. بعدی. مربا. آره اوکی درست گفت. نه رد کردم. میکروسکوپ نوری. بعدی. آش شعله قلمکار. درسته. اداره پست. پست. درسته. قنات. ملخ. درسته. صدف. درسته. بعدی. بیل گیتس. همون پورنگ. 1 درسته. دانه پنج. حیات وحش. پسرخاله. درسته. این نمیتونه اینو بگه. بابا برو. بعدی. تراکتور سازی تبریز. تراکتور تبریز. درسته. استقلال خوزستان. تیشرت. لباس. فرشاد احمدزاده. درسته. قفس. اول فصل. قفس. درسته. شمال. فوتبال. شوتبال. توپال. شمال. چوپان. موزه. مورچه. بوسه. تمام. چند تا؟ 5 عدد صحیح. The first. خداحافظ. آقا اونو چرا من گفتم انداختی زمین یه دونه رو؟ می‌خواستم بزنم رو تخم چشم نشد. به خانوما موقعی که توی جمع نشستن اینجوری صحبت میکنن اشاره میکنن آقای میفهمه یا آقای اینجوری میکنه؟ آفرین. این یه سوسماس داشت. Gönlümün yarası, tükken Allah'ın belası.
ببین چون باباها میفهمن یک مادر شکست شیرین بابا چه شکست تو این مرحله قرار مترادف کلماتو کسی که اینجا میشینه به همتیمیاش بگه، همتیمیاش حدس بزنن. یعنی چی؟ مثال میزه، من نشون میدم به ایشون میگه روش وسیله میذارن. رو چی وسیله میذارن؟ رو میز. و حالا مثال های دیگری که من به شما نشون میدم. چیزی به اسم رد کردن نداریم، بعدی نداریم. اگر گیر کردی باید بازی کنی تا همتیمیات بگن. آماده ای؟ آماده‌ام. ما در 1 دقیقه به ایشون زمان میدهیم. ورس فورت نایت فورت پسپیس نیست. آماده ای؟ بله. هر موقع آماده بودی به من بگو که من بزنم. 1 دقیقه زمان داری. بریم. 3 2 1. چی میره تو بدنت که مریض میشی؟ سرماخوردگی. نه یه اسمی داره، یه اسم تک کلمه. اون یکی؟ باکتری. آفرین. درسته. خب یه دونه نوشیدنیه که تو شمال هستش آدم آروم میکنه. دمنوشه کوهی. ایدام هستش. دمنوشه. بابا بنفشه دیگه اسمش یادم. دمنوشه 2 تا کلمه. نه اون یکی. بیتمش اون یکی نزدیک بیتمشه. اون یکی نیتبش. نه تو عید چه فصلی داریم ما؟ تو عید چه فصلیه؟ باریکلا. خب با چی اندازه گیری میکنن؟ باریکلا. درست. ببخش من لازم. خب یکی میخواد جراحی کنن کجا میبرنش؟ باریکلا. خب قرآن میخونن میگن چیکار داره میکنه؟ چیکار داره میکنه؟ حالت وکا. یه کلمه. نه چجوری قرآن میخونه؟ با صوت. نه میگن یکی داره قرآن میخونه یکی میگن دکلمه ها. بابا میگن چی؟ مؤذن. میتونم یه جور دیگه شو بگم ولی همینو بعد بگو. اولشو سه تاشو بازی کن. میتونم؟ تمام. یه طلا رو بازی کنی تلاوت. میگن اخواب چی بلند شد؟ زمستونی. قفلت. درسته. هر جایی شهرستانای کوچیک هرچی چی داره؟ دهیار. دهکده. نه. ریش سفید دهخدا. ده خدا. درسته. بینی تو عمل میکنی برای کبودیات چی میخوری؟ آناناس. نه اون یکی. قرص، آمپول، آناهیل. پماد. آناهیل میخوری. آناناس. نه چربی سوز چی میخورین؟ کرفس. درسته. میگن بذار سریعتر. چجوری چند شدی؟ مثلا یه درس رو امتحان میدی میگن چی نمره چند شده؟ خب نه یه کلمه است. نمره. آفرین. مرسی. آها سگازت میگیره با چی میزنی؟ نه اون یکی گزاز. آفرین. درسته. یه جال پاره میشه چی میزنی؟ تمام. متاسفانه بخیه رو توی 1 دقیقه و 1 گفتیم و تایم گذشته بود. دریا چی داره؟ موج. نه موجه چی داره؟ موجه چی داره؟ شن ماسه. دور گردن چی میندازن؟ سینریز. نه. حلقه. جنس انگشتر چیه؟ بریلیان نگین. جنس انگشتر چیه؟ نمره. طلا. خب طلاتو. میان یارو خیلی اسکله. یکی که خیلی گیره. سمش. یه جا میخوایم بریم اتراق کنیم. چادر. من میرم خارج چیکار کنم؟ چیمو میگیرم؟ نه اونس. دیگه بازی. افاقنه میان اینجا توی ایران. چی میگیرن که بمونن؟ ویزا؟ نه. برای آمریکا میخوام برم چی باید بگیرم برم؟ نه ویزا رو برش کن که بمونم. که بمونی. اگه فراری بشه. خب نترس. یه اسم دیگه نترس. بیباک. آفرین. آقا از همینجا اینا چی بود برای من افتاد؟ از همینجا به دوستان افغانستانم سلام عرض میکنم. دست همتونم میبوسم. خیلی مخلصم. دمتون گرم. چند تا؟ 4 تا. آقا 4 تا. افتخار آقا مهدی. 1 دقیقه وقت دارین. دستت پاره میشه. بخیه. میمیری کجا دفنت میکنن؟ قبرستون. کف آرامگاه. آفرین. میگن خونه طرف انگار چیه؟ شلخته. همه میان و میرن اصلا. کاروانسرا. آفرین. نمیتونی بری پاستو چیکار کردن؟ نمیتونی از کشور خارج بشی. آفرین. دیگه کار نمیکنی دیگه سنت رفته بالا. آفرین. وقتی که روابط عمومیت بالاست چیکار میتونی بکنی با بقیه؟ بازاریابی.
روابط عمومی بالا. بیزینس. بهتر. میشینی با یکی چیکار میکنی؟ آفرین. میری دکتر واسه سرماخوردگی چی میزنی؟ آفرین. قدیما که وسایل غذای کم بود تو خونه ها چیکار میکردن یه سریا؟ درسته؟ عالی گفتی. تموم شد وقتش. 7 عدد بزن بهش بخورم. تو وقتی میخوای یکی چند تا چیز بپرسی سوال جواب. بعدیش سوال کردم پرسش. اسم برنامه هم هست. پرسش و پاسخ. بگو همینجوری بگو. گفتگو. خب یه مدل دیگه بگو واسه. بگو. جر و بحث کردم. اسم اول کشورم میشه 2 تا حروف اولش عوض کن خارج از کشور نمیشه عوض کرد. بابا آزمون. ببین اسم این برنامه است. آزمون خطا. برنامه چی گوشیه؟ آموزش. میتونه برنامه گوشی هم باشه. آموزش. بابا سوال چت کردن؟ تو همین مایاست. سوال کردن، چت کردن. یکی سوال. تایپ کردن. کمکت کنم. میخوای هوش یکی رو بسنجی. آزمایش. حرف دیگه‌اش. بگو میخوای هوش یکی رو بسنجی ازش چی میپرسی؟ چی؟ سنجش؟ نه. ولی ارزش تو موند. یعنی اون مشتی بودن تو من دوست داشتم. من نمیگم بگم چی بود؟ چیستا. وقتی میخوای هوش یکی رو بسنجی چیستانه. تو فیلم مختار بازی کرده بود. هرمله؟ نه صاحب یه چیزی چی بهش میگن؟ صاحب یه جا رو میگن کیه؟ نه صاحب یه مکان رو میگن چیه؟ مالک. حالا تو مختار برو. مالک اشتر. این فارسیش من نمیدونم چی میشه. به ترک چیز چی میگن؟ ترک کوها. ترک کوه. برید تو جغرافیا. چیز ازش میاد بیرون آتش بهشان میاد. نه نه روی زمین نیست، توی زمین. همون حرف توی زمینه. نه یک راهنمایی به سوال. گفتم دیگه نه. آفرین. آقا خوی من چی بگم؟ اینو من چجوری بگم؟ رئیس یه جاییه. آفرین رئیس یه جاییه. مدیر. کجا؟ نه به رئیس یه جا چی میگن؟ چی مقام اون؟ تموم شد. عالی مقام. نه تموم شد. میخوای یه چیزی رو یه نفر بلند کنی بهش چی میگن؟ دزدی. کمک کردن. نه اختلاس. نه خدمت. پیچوندن. همینجوری. یه نفر میخوای چیکار کنی؟ مثلا یه نفر یه کاری میکنی ناراحت میشه. آفرین. عادی. خب مثل یه شهر میمونه. کشور. نه تو شهر خودمونه. مثلا من میرم شهرمون میرم ملایر. شهرستان. به اسم دیگه ملایر چی میگن مثلا لور. پاکستان. جای دیدنیه. میشه شهر رو مثلا دهات. توریستی. آرامگاه. شهر رو روستا. ما میگن شهر رو مثلا میگه بیار. آره. میخوام با یه نفر خداحافظی کنم لحظه آخر مرگم. چی میگم؟ ودا. خب به یه نفر میخوام یه چیزی بدم، یه خبر خیلی خوب بهم داده. مژدگانی. یه چیزی که میزنم روش اونجوری. نه خیلی هم بزرگه. ترکیش. یه شهرم هست. یه جایی ببین هیچکی انتظار نداشت. چند تا گفت؟ تنبه بزرگ. 4 هیچکی از تو انتظار نداشت 4 تا بتونی از اینا باریک به افتخارش دست بزنی. وقتی پلیس میگیرته چیکار میکنه؟ دستگیر بازداشت. چیکار میکنن؟ میبرن توی اتاق چیکار میکنن؟ انفرادی. نه مجازات. شکنجه. نه سوال ازت میپرسن. اعتراف گفتن درسته. میری پمپ بنزین از چه چیزی برای بنزین زدن استفاده نازل. آب سرد کن. بنزین میخواین بزنین از چی از استفاده کارت سوخت. درست. وقتی کار خوب انجام میدید تاپکارتون بهتون چی میده؟ میرین طباخی چی بیشتر میخورین؟ گوشت، چشم، پاچه. نه مغز درسته. سنتون میره بالا چی میشین؟ درسته. چی؟ این چیه؟ من نمیفهمم مثلا اینو. خانم تو آسمونه دیگه. ما
ستاره است این، ستاره است، کوچیکم داره. 1 دقیقه تمام شد. تنبه بزرگ بود. مرسی. افتخارشون ده چند تا شد؟ 5 عدد. افتخارشون دست بزنید. چند من چی گفتم؟ تنبه بزرگ گفتم تو آسمون کوچیکم داره ستاره است. با داد و بیداد خانم تو آسمان دیگه. بریم. 3 2 ماشاءالله امین. مثل معدل میمونه میگن انضباط نمره چیه کلمات میانگین چیزی که پدر بزرگ واسه آدم میرسه میراث سخت آسون نه سخت کلمه دیگه سخته هارد نه سطح چیزی که سخته چیه سنگین نمیتونی همون دشوار برو چند تا دشواری نداریم که یه اضافه چند تا دیگه برو مترادف به چیه؟ مثلا سخت به چی بگم؟ خیار دیار اینجوری بگو. فرسایش داره آخرش چی فرسا؟ طاقت فرسا. کسی که برای یکی کار میکنه اسمش چیه؟ کارمند نه کارگر کارهای خونه‌شون کارهای روزمره‌شون انجام میده خدمه نه دعوا میکنه کسی که دعوا میکنه کسی که دعوا میکنه خاطر یه چی دیگه نه باباش عرضه یه اسم دیگه است که دعوا میکنه واسه یکی دعوا میکنه واسه یکی دعوا میکنه کسی که برای کسی دعوا میکنه آفرین این چیه؟ کسی که بچه‌ها ما نمی‌فهمیم بچه‌ها یه دقیقه پسرها باختن دارن حرف میزنن خب من نمیدونم این یعنی چی یکی که خیلی آدم باهوشیه نابغه ستاره دارم مقام داره کسی که یه چیز دیگه من نمیدونم یعنی چی ولی خب جمع یه چیزه جمع یه کسی که میفهمه جمع بچه‌ها مثلا نبوغ نه کسی که مجتمع مغناطیس تو جیب جا میشه راهنمایی بهش می‌کردیم ذکاوت خب بعدی اون چیزی که در میاد خیلی اذیت میکنه توی دهن آف نه توی دهن آخریه جا براش آفرین چی بود؟ تایمتون تموم شده بود و اینکه اون ذکاوتی هم که گفتیم زیاد مهم نبود خواستم غافلگیرتون کنم یکی درست گفتن 19 بودن شدن 20 به 14 و خانم‌ها اینجا برنده شدن 14 یا 12 14 با اختلاف 6 تایی برنده شدن این آیتم یک کوچولو واسه خانم‌ها فکر کنم خیلی سخت باشه بازی با حیونا من 4 تا اینجا برگه دارم و قرار از این 4 تا 2 تا رو خانوما انتخاب کنن 2 تای دیگه مال آقایونه ما 2 تا ظرف داریم 2 تا آکواریوم داریم من اون حیوان رو میذارم توی آکواریوم قرمز خانوما اول برمیداره بعد 5 ثانیه میده به دوستش 5 ثانیه 5 ثانیه 5 ثانیه نفر آخر میذاره تو آکواریوم زرد رنگ و اگه این اتفاق بیفته امتیاز میگیرم خیلی مخلصیم از بین 1 تا 4 2 تا عدد رو انتخاب کنین لطفا مار بزرگ 2 مار کوچیک 3 عدد این هم خیلی هم ترسناک نیست نه چیزی نیست بچه‌ها یه نکته خیلی ریزی که ما اینجا داریم فقط لطفا یکی برمیدارین یه دونه رو 5 ثانیه نگه میدارین همینطوری و نفر آخر میذاره توی 5 ثانیه لطفا و بعدی بریم آقا برای اینکه بازی یکم هیجانش بره بالا من تایمر آوردم از همین لحظه بچه‌ها 1 دقیقه و نیم وقت دارن که این کار رو انجام بدن تموم شد زدم 5 ثانیه 5 ثانیه بله 5 ثانیه لطفا 5 ثانیه لطفا 5 ثانیه بعدی رو شما برداریم بدین باز بدین بله بدین نفر بعدی 5 ثانیه لطفا 5 ثانیه دو دستی لطفا 5 ثانیه چرا من باید تو این برنامه فوبیای 27 سالمو بذارم کنار بگی بفرمایید بیا دیگه
5 ثانیه لطفا. شد بزن. شد آفرین بردی. آخری لطفا. 2 دستی لطفا. بله. بله بدین نفر بعدی. چرا باید دست مهم باشه؟ بگیرین خواهش میکنم. آخری هم آیسان بده. بزن. دیدی؟ اوکی. بچه‌ها تایم داریم. بچه‌ها داره تموم میشه تایمتون. یه آفر بله. بزن بر ما آماده کنید. 5 ثانیه لطفا. بله. بفرمایید خواهش. این صورتیه. بفرمایید. صورت. بفرمایید نفر آخر. نه. بذار تو آخر. گرفته بریم واسه مارای بزرگ. زیاد هیجانی نداشته احساس کنم. بریم واسه مارای بزرگ. مار بزرگی البته. آقا رضا تشریف میارین؟ سلام عرض شد. خیلی مخلصم. خیلی بزرگی احساس میکنم. نه خیلی سنگینه. بدیم به بغلی. اوکی. هیچ کی رو گردن نمیگیره. بدیم به بغلی. اوکیه. سرشو من نمیبینم. بیا. وای من نمیام. اوکی تو رو خدا بگیر سنگینه. اون میگه انجام دادم. زیاد چیز سختی نبود. بریم واسه پسرا. خبر داریم؟ بله. چی شده؟ به خدا کاملا اتفاقی بود. کرم کنجدیه. ما نریزیم اینجا. از همینجا بعد میشه دستت بگیری؟ چند نه همین میدم 5 ثانیه بعد تو دستت هم نگه دار. کیوان یه تاثیر خوشگل بگیره. کرمای دستی. قلقلک هم میاد. همینو بده بغلی. بده دیامنتی بغلی. نه بگیر. مرتضی بگیر. اون کرم اونطوری میزنه. کرم داری آخه. چه جنگی بود اینجا. یه لحظه بیار برزه دوباره توش. مرسی. این داره میاد. دیگه خوشت اومد 5 ثانیه. تکون بده. آخه مردا ترس نره به نظر من. یه داره میاد سمت زیر بغلم. بذار ریز داره. آخه شبیه کرانچی کوچیکا میمونه. پنیریاش. آره. بده بغلی آقا. بده درست. دیگه من نریختم تو چیزیه محوزه. آخ اینو خوش کنی با کالباس. نه بگی در میشه خورد یا باید پس بدی. امیر بیا. آقا من یه دونه رو بندازم تو در. آقا بری سر جاش. اوکی. نه کسافت کنه. آره. اوکی. آقا میخوام تا آخر ان شاء الله اینطوری انرژیتون بالا باشه. من خوشلو خالی ندارم. خب بریم واسه چندش نشد. این داره تار میده. بریم آقا. آتیش ترکیب عنکبوت و روتل نیست. اسپایدرمن هم مثلا خورده. آماده ای؟ دیگه نذارم تو. با یه دستت بیار جلو بیاد بالا. نه یه دقیقه دستو بیار اینجا. خب وحشیش نکن. اوکی. به فکر موفقی هم باش. دستم. نه من از سوسک میترسم. بده بعدی آقا. من شما بده بعدی آقا. احساس میکنم نمیترسی. بده بعدی. درسته آقا من تایید کردم دیگه. شما هم چشم بسته بده بعدی. نگاه چه پاش. مسابقه اینه که روتل نباید بیفته. ولی ترس از روتل نیست. روتل به این بیورزگی ندیدم. نیش بزن خب. بزن دیگه. این شرم. بگیره تو رو. بده آقا از هم نترسید. نه بیا بابا بیا. چی داریم دیگه تموم شد. بیا قربونتونم بیا بریم. من یه چیز جالب به شما بگم. فوبیای شخص خودم. حالا به جز خدا واقعا من از چیزی نمیترسم. فوبیای من همیشه این بود که وقتی برم دستشویی یه دفعه سوسک ببینم. نمیدونم چرا. و الان خداشو تو دستشویی نیستی. و من همه سوسکای خونه رو با دست میگرفتم مینداختم این برام. دیدی بین دم پایینشون میذارم. ببین سوسک توالت نیست. نجات دار خوبه. من خودم دست نمیزنم. نه خب دست بزن. اینو میشه با ظرف رد کنیم؟ نه اینکه ترس داشته باشه. رفقا چندشه. بنده مرتضی. برو. اصلا منو دوست نه پروازی نیست. آقا اینا قیچی کردی سوسکا رو؟ بیا داداش. بیا یه دقیقه چهره زیباشو ببین. بعد سوسک تنها حیوانیه که سیکس پک داره. میدونستی؟ سوسک پک داره.
بریم آقا. یه نخ بسته دیگه. خب یکیش میاد. آو بده. برو آقا جان برو همونو برو. اون به اپل واچ حساسیت داره حواست باشه. حالا اوی چیکار می‌کنی؟ بابا مرتضی من چندشم میشه. بده مرتضی آقا مرتضی آقا مرتضی من باید تایید کنم آقا جان اینجا وایسادیم تایید کنیم ما بیکار نیستیم که لطفاً زود باشید آقا لطفاً برو اونجا لطفاً نه تایید دیستاری نزد میشی به خدا داری نزد میشی نه آقا من هستش بیا امتیاز این مرحله رو نمیگیریم نه نگردش تو دستش باز کن آقا باز کن دستتو تو یقه‌شو گرفتی کشی خودشو زده به خب بده نفر بعد من 5 ثانیه من 20 ثانیه بزنم دیگه رو بفهم خواهش می‌کنم یقت بگیریش نه ببن هاشفمون بیا خب آقا بیا سوسکه صدا ضبط میکنه با من حال کرده نمیاد برو تو دستش نه 5 ثانیه بود آقا چی بود آقا ضربه مغزی شو سوسکه مگه ثانیه میگذره فشار آب نمیاد فشار سوسکه بگیرش بابا سوسکه آقا اوکی 5 آقا نه آقا 5 ثانیه رفتم دیگه وقت برنامه تایید آقا داورا تاییده آقا داورا تاییده همین نره هفته پیش بهم زنگ زد آقا یه دونه وردا 5 ثانیه تو دستت فقط از دوم نگیرین لطفا نه به من گفته بود من به شما نگفتم آقا لفت ندین با دست اینطوری بگیرین خب بگی من لفت میدم 5 ثانیه بدیم به بغلی بریم 3 2 1 سفیدار بعد اول مشکله 5 ثانیه بده بغلی بالا نده دیگه پایین دست پایینه اون یکی رو بردا تو اون یکی 5 ثانیه آقا دارم من میبینم 5 ثانیه بده بغلی 5 6 دست به دست کن بره سری بابا چشاش قرمزه بده آقا بده خوابی بده آقا جان بده آقا جان بده آقا جان نه بده اینا خونگیه بده آقا جان بیار بزرگوار بیار انگار اینا نمیترسن بیار بگیر دیگه بیا آقا جان بیار آقا بگیر دیگه داری مخشو بیار انشالله که آقا بده آقا بذارم اونجا نه اونجا نه آقا جان آقا من که گرفتم دوباره برگشت نه مرتضی نگرفتم من سر جاش اینو بگی من دیدم آقا بگیر آقا مرتضی نگرفته مرتضی آقا مرتضی نگیره مرتضی ویدیو چک کن مرتضی رو بده آقا جان مرتضی داد به من کی داد بهش بده آقا اشکال بده من بده 3 تاشم بده من خب اوکی بده من اونو بزرگه کدوم بعدا باید چیکار کنیم الان این بوشو باید بگیریم نفر اول 5 ثانیه نفر دوم 5 ثانیه نفر 5 ثانیه امیرجان در اینجا یه دونه زیادم نمیخوام شما بگید دست در کلا یه دونه بگیریم بدیم من که با مسابقه نمیدم من دارم 50 میلیون جایزه میدم که این کارا رو بکنی حتما گاز میگیره نه حالا واقعیت رو بذاریم بهتون بگم 80% گاز میگیره 20% میگیره سفیدار بعد اینو یه بارزی یه نفر گاز میگیره من به نظرم یکی رو انتخاب کنین شروع کنید آقا میشه اول من بگیرم بله همونو برد بذار اوی خب 1 2 3 4 5 از این کتفاش بگیرم نفر بعدی اشکال میگه از راست گرفت وجدانه میگه از این کتف کلا خوش یه کتف این کتف شاید بریم آقا بریم بگیر آقا 3 بگیر آقا 3 آقا من بدم نگیره میندازیم تو لباسش شما یه تیمی من چیکار کنم به قرآن من یتیمم بریم 3 آقا من گرفتم من کارم انجام بابا از دخترها خجالت بگیر شما پسری اون گرونتره هم کوچیکه اینا گوگلی همونجا دیگه نه بگیر آقا بگیر دیگه آقا تایمر رو بیار تایمر کو من 10 ثانیه رفتم برگشت چه گربه آوردم بزرگترینشو داری میگیری اون خیلی بزرگه چششم قرمز بود اونم کوچولو اونم مشین این تا بار مونده وای آقا یه لحظه نه چیزی کاری نداره آقا اونطوری نگیر آقا اونطوری نگیر باید پاهاش دستتو لمس کنه نه واسه دیگه مادرم قسم گاز بگیره کشتم کوبیدم ده 20 بندازش دیگه سوره قبوله نه قبوله
اشاره جو از اتاق قبول گرفتم. نگرفتن؟ چرا نگرفتم؟ با من الان دست من بود. گرفت آقا نه یقشو گرفته بودم نه اونجوری که ویدیو چک. الان من ویدیو چک میگن که پوستش گرفتی باید کم دست تو دار. برو آقا آخری چه سه سکوت لطفا. میبازیم بگی ما اینو نبازیم. یک چهار پنج بذار آقا درسته هر جفتیم امتیاز میگیره، هم خانوما هم آقا پسرا. اینا رو برای خانوما بذار، من 5 میلیون رو به شما میدم. میگم اینطوری نمیشه که مساوی بشین، همتون انجام دادین. یه فوبیایی هست که مال خانوماست، یه فوبیایی هست که مال تیم شماست. از خانوما یه نفر رو انتخاب کنین که موشو دست بگیره 10 ثانیه. خانوما از آقایون یکی رو انتخاب کنین که ما رو دستش بگیره 10 ثانیه. حالا کی اول انجام بده به نظر شما؟ آقایون. بازم مساوی شد چی؟ میخوریمش. نه دی بازم مساوی شد، واقعا میریم تو سنگ کاغذ قیچی دیگه. گردن همون جایی که داره میپیچه اینجا رو بگیر. آها اونو بگیر تو یه دسته. خاک مرداد. 10 ثانیه 10 ثانیه. 9 8 7 6 5 4 3 2 آروم بذار. قشنگ پارکش کن. آروم. دوبل بزن. باری کلا. موشو بیار. خانومو ما انتخاب میکنیم واسه موش. موشو بیار. خانم آها. میدونم سپیده تشریف بیارید. چرا به امیررحیمی ما گیر دادی؟ من به قرآن حرف نه هم حرف زدن. خب ایشون خانم سپیده خانم وایسین جلو لطفا، بچه‌ها پشت شما وایسین. دو انگشتی نه قشنگ اینجوری دست باید بری زیر شکم. یکی دستتو بگیر. شما به دست من داری کجا بفرمایید. یکی دستتو زمان داره به سرعت میگذره. دخترا باختن. گاز گرفت. زمان داره میره میتونی. اون ازت ترسیده، اونو بردار. ببین اون ازت ترسیده داره در میره. گاز بگیره تمام گرفت. گاز بگیره. نگاه کنید ما گاز میگیره. بودشو نگاه یا دای ما حسین. آقا اون از همینا میاد. اونو گرفت. آقا تمام شد. نمیتونم واقعا نمیتونم. پسرا توی برنامه برنده شدن. میگم 2-2 شدیم. 2-2 درسته؟ میگم شانسیش کنیم دیگه، چون دیگه نباید شما طناب بکشین که اصلا مسابقه طناب کشی بذارم. شانسیش کنیم، میسپریم به دست تقدیر. تاس بندازن. درسته؟ جمع 5 تا تاس شما با 5 تا تاس شما ببینیم کی برنده میشه دیگه. مرسی. 3 2 1. بیا دیگه قبولیم. 1 2 یک. همون یک الان در مجموعه حواستون باشه. شیشه. 4 کورنره. برو. آقا خیلی پایین انداخت. به قرآن یک. من 2 گفتم چیه؟ به چرخون تو رو خدا. 6 میخوایم. آقا یه تستمون برای شما. 6 مگه اینکه با الان ما باید جفت 6 بیاریم. اصلا 6 تو یه مدار دیگه. 5 مجموعه امتیازات فکر کنم. صبر کنید. بله؟ اختلاف خیلی بود. من از آقایون میخوام که صحنه رو ترک کنم. مشورت کردیم با بچه‌ها با هم و میخوایم این پول رو بدیم به کودک‌های کار. واقعا؟ افتخارشون دست بزنید. دمتون گرم. آقا بچه‌های پشت صحنه دست بزنید به افتخارشون. حسادت خوب نیست. دمتون گرم. 50 میلیون میرسه به بچهای کودکان کار. دمتون گرم. دخترها برنده شدن. ماشاءالله